بعضی ماجراها رو باید از وسط‌ها شروع کنیم. ما این ماجراهای خاطرات زمان جنگ و قبل جنگ و بعد از جنگ رو به صورت تیکه تیکه برای تعریف میکنم. در یکی از عملیات‌ها برگشتیم به طرف عقب، آمدیم برای استراحت کردن. منطقه خیلی کثیف بود، شامل یک مقدار خاکریز بود که پشتش انبار آشغالاشون بود، یعنی زبالهاشون نه دفن میکردن، فقط پخت میکردن اون طرف خاکریز و خاکریز هم در منطقه خودی بود، یعنی جایی نبود که عملیات باشه. آمده بودیم برای استراحت. بعد چون لای پاهمون آور زده بود، عرق جوش اصطلاحاً شده بود، بیشتر لباسامون در می آوردیم، تمام به اصطلاح لشکر و غیر از نگهبانات نیمه لخت خوابیدیم. اون منطقه پشه سالک زیاد داشت، روی پای راست موره پشه سالک نیست. بعد خیلی از بچه‌های دیگر هم نیش زده بود. صبح یک هفته یک ماه بعد که به اصطلاح آمدیم برای عملیات آماده شدیم بریم، هیچ کس نمیتونست تصور بکنه که یک پشه بتونه عملیات یک لشکر عقب بندازه. کف پاها، کف دستا، پشت دستا، رو پلکا، گوش، بینی، چشم، همه جا رو سالک زده، نیش زده. همه افراد صف کشیده بودن پشت بهداری برای آمپوراش آمپور بزنن، واکسن بزنن تا بتونن برن باز اون منطقه به اصطلاح فتح. عملیات به تعویق افتاد به خاطر که لشکر نمیتونست عملیات انجام بده و ما هم که رفتیم توی صف قرار گرفتیم. گفتن چون روی ساق پاتون هست، روی ساق پا زیاد مهم نیست، ما را بهمون آمپول نزدن، همون بالاخره همونطوری مون تا اینکه آمدیم یک مرخصی آمدیم، چون یک بیماری سنتیه، گفتن طب سنتی هم جواب میده. رفتیم حاجی استکانی بود دور میدون شهدا، گفتن مرحوم شده خدا رحمتش کنه. ما رفتیم پهلوی حاجی استکانی و گفتیم این پای ما اینطوریش نگاه کرد، ماینه سطحی کرد و یک کاربار فروشی بود، نگاه کرد و گفت چند وقته اینطوری شده؟ گفتم 6 ماه 5 ماه. گفت که برو یک استکان بگیر بیا. ما هم رفتیم یک استکان خریدیم از اون میدون شهدا، آوردیم و 2-3 تا دارو خاطی کرد، یک ذره تخم مرغ هم توش زد و گفت اینا رو بزن یک هفته روش، بعد از یک هفته یک دارو دیگه بیا بهت بدم که او ادامه او دار. گفتم بهش حاج آقا ما سربازیم داریم میریم جبهه، معلوم نیست تا کی برگردیم، 45 روز 50 روز 60 روز معلوم نیست، نمیتونیم بیایم که دارو بگیریم بریم. خلاصه رفت و یک 3-4 تا دارو رو آورد و گفت اینا رو یک هفته توی یک استکان قاطی کن، خوب هم بزن، بذار بالا زخمت خوب بشه. ما رفتیم منطقه، این دارو رو 1-2-3 روز که زدیم هیچ تأثیری که نکرد، هیچی چرکش بیشتر شد. یکی از رفیقان به نام ایرج بود، بچه همدان بود، محاسب راکت انداز 107. آمد نگاه کرد گفت این چیه بزنی به پا؟ گفتم ایرج نمیتونی راه برو مسئله بس در استکان گرفت پرت کرد و گفت چپک زد ولش کن، یا خودش خوب میشه یا برو آمپول بزن. خلاصه روی پام یک اثر زخم خیلی عمیق وجود آمد. رفتیم توی به اصطلاح گردان، رفتیم قسمت بهداری. یک رفیق داشتم بچه شیراز بود، ما رو منشون بالای صندلی، دستام محکم میگرفتم به صندلی، چکیه هم میذاشتم لای دندونم که زبون ما گاز نگیرم از در پنسر یک گاز سرش میپیچید فرو میکرد روی زخم، این قشنگ حس میکرد و میرفت بالای استخون ساق پام گیر، بعد میچرخون چرکی رو میدید مرتب. هر روز میرفتم برای همین کار. خلاصه بتادین هم به ما داد و گفت بتادین هم بگیر بالاش بزنم، باز مثلا 2-3 روز بعد دید بتادین رو ما رفتیم، چون بتادین روش نوشته بود باید رقیق بشه، ما نخوندیم روش دیگه، همونطوری ریختیم بالاش، بدتر شلید، زخم خیلی بزرگتر، یعنی عملا دیگه نمیتونستم راه برم. تا اینکه یک روز از رزم آب شدم و در سرگورمان بهم گفت، سرگورمان داشتم اینا رسولی خدا رحمتش کنه اگه فوت شده، بهم گفت بیا برو تو که نمیتونی بیای بری توی خط، بیا برو از بهلوران سرباز بردار. خلاصه یک گاز 66 داشتیم، گاز 66 بنزینی بود، ماشینا روسی بود، دندش پشت سرش. ما سحر سوار می شدم از اردیبهشت میرفتم به طرف دهلوران. خلاصه میرفتم سربازای تقسیم می شده برای لشکر می آوردم تو گردانا تقسیم می. بعد یک سری همینطور که داشتیم میرفتیم خیلی هم هوا گرم بود، یک عربی پیرمرد عربی دستش جلو را وسط راه دهلوران اردیبهشت دست بلند کرد و سوارش کرد. دل و سوخت براش، هرچند به ما گفته بودن اینا بعضیاشون ستون پنجمن، بعد همشون نه، بعضیاشون خب بودن اینا سوار نکنن اطلاعات بهشون ندین. ستون پنجم یعنی جاسوسایی که میان در قالب شهروند اطلاعات میدن به دشمن. خلاصه یک مقدار راه که آمدیم از کنار جاده و 100 متری کنار جاده، ولی خیلی هوا گرم بود. یک چوبونی داشت گوسفنداش میچون به ما به زبان فارسی و عربی اشاره که وایسا برم از این شیر بگیرم بیاریم بخوریم. خلاصه ما وایسادم کنار، گفتم دستی هم بزنم دوره بر ماشین نگاهی بکنم ببینم اوضاع ماشین در چه حاله. رفتم
پایین و پیرمردم رفت طرف این چوبونه شیر گرفت. ما همش دوری زدم دور ماشین، لاستیکا رو یک نگاهی کردم که چون خیلی هوا گرم بود پنچر چیزی نکنه. چون لنگ لنگ میزدم پیرمرد از دور دید، آمد سوار که شد، گفت چیه ملنگی؟ نشون دادم گفتم که این زخم خیلی اذیتم میکنه، چیز شده؟ گفت ترکش خوردی؟ گفتم نه، این سالک گرفته، این پای دیگه هم ترکش خورد. ترکش خوب شده بود تقریبا. بعد گفت که برو چشمه دهلوران. ما رفتیم طرف چشمه دهلوران. خلاصه یعنی رفتیم خود دهلوران. درش گفتم که ما میخوام سربازار ببرم، ولی بهم گفتم برو چشمه دهلوران. گفت نداره. بچه‌ها گفتم چشمه دهلوران کجا؟ بلد که نبودم. یکی دیگه گفتن که از این مسیر بگیری برسی چشمه دهلوران. من در مسیر که رفتم منطقه بود تپه ماهور که میرسید به کوه. چند تا سرباز رو از این عشایر رو عرب سوار کردم و رفتم به طرف چشمه دهلوران. کوهی اونجا بود که آب از بالای کوه می اومد پایین. یه آب وقتی که میرسیدی به اول به اصطلاح رودخانه اینقدر بوی بدی میداد که اصلا حال می‌خواستیم برگردیم اصلا. بعد بچه‌هایی که اونجا بودن گفتن که نگردیم، اینجا عادت می‌کنی. راستن گفتن عادت. رفتیم داخل به اصطلاح آب. اون موقع به ما شورت و زیرپوش میدادن 15 ریال. یک بار مصرف بود دیگه، نمیخواست بشوره. اینا سفید راه آبی داشت و سفید. وقتی رفتیم داخل آب قرار گرفتیم به شدتی لباس کلا سیاه، بوی گوگرد خیلی شدیدی میداد. یک دیگه از سربازا آمدن مثل ما بسیج و سرباز. رفتیم تو رودخانه نشستیم. آب کمون از بالا کو آب داغ میومد، بالا جوش بود، هرچی پایینتر میومد خنک‌تر. ما جای ولر میشه انتخاب کردیم نشستیم. زنایی که عشایرن از قسمت وسط جاده به طرف پایین رفتن. قانونی بود که نوشته بود که هیچ مردی به طرف پایین نمیره. زنا که می‌خواستن از آب چشمه استفاده کنن، زنا که زمان جنگ مونده بودن نرفته بودن و عشایر بودن. خلاصه نشستیم اونجا بود. شب که حساب ظهر که آخرای وقت بلند شدیم که برگردیم، حس کردم پام خیلی بهتر شده. چرکش بسته، زخم بسته شد و چرک نداشت، یعنی دردی به صورت احساس نکردم. درد خیلی. رفتیم طرف دهلوران. اونجا که رسیدیم بعد از ظهر شده. سربازا رو همه بار کردیم، سوار کردیم و آوردیم طرف اندیمش. تحویل گردان دادیم. 2-3 روزی کار ادامه داشت. این حرف دارم میزنم. روز دوم، سوم، چهارم، روز پنجم، ششم بود که 2 مرتبه رفتم چشمه دهلوران. پام کلا خوب شد، یعنی چرک سالک پام کلا خوب شد. هر کس اونجا، چون اونجا بهداشت خیلی کم بود، آب کم بود، بیشتر بچه‌ها قارچ می‌گرفتن، قارچ پوستی می‌گرفتن. اینا که می‌آمدن توی چشمه قرار می‌گرفتن کلا قارچاشون هم از بین می‌رفت. زخم‌ها چرکی کلا از بین می‌رفت. آب بسیار شفاف خوبی.